بسم الله الرحمن الرحیم. سوره جاثیه که است مکیتون مکی هست و ما شما گفته بودیم که سوره های مکی که است یا غالبا چی عادت در اسلوبش است که در این توحید بیان میشه، وحدانیت الله بیشتر بیان میشه، رد شرک میشه. حامیم تنزیل الکتاب، این کتاب که است الله متعال میگه نازل شده من الله، از جانب الله، العزیز ذات عزیز غالب، الحکیم با حکمت. حالا شما وقتی که در بازار میرین اما کسی که یک کتابش میخره میگی کتاب تالیف کی است، میگی تالیف فلانی شخص است. اگر بر شما بگه که کتاب تالیف فلانی رئیس جمهور است، تالیف فلانی شخص است، او میگه ولی کتاب بسیار خوبش است. الله متعال میگه این قرآن عظیم شان که در مقابل شما هست این کلام رب العالمین است، او ذاتی که سر تمام دشمنای خود غالب است و بسیار احکامش حکیمانه هست. این فی السماوات، یقینا که در آسمان ها الله دو کتاب نازل کرده، یک کتاب است مقرو که قرآن عظیم شان است، دوم کتاب است که انسان مشاهد است. این جهان که است لابراتوار قرآن عظیم شان است. وقتی که قرآن میخونی الله میگه تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، باز میگه در لابراتوار از این کتاب رو این فی السماوات، طرف آسمان ها یک تلسکوپ بگی سایکو در آسمان ها، والارض و در زمین ببی مایکروسکوپ بگی مخلوقات کوچک کوچک و زمین سایل بکن، میگه این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. پس دو کتاب شد نه؟ یک کتاب مقروء هست که قرائت میشه که قرآن است، یک کتاب مشاهد است که او را چی میکنی تو؟ با چشم میبینی. قرآن بر دلیل داده میره که آسمان ها را ببینین، زمین را ببینین. در این آیات دلایل است به قدرت الله. برای کی؟ برای مؤمنین. مؤمن کی است؟ تنها چشم بصارت نه، قلب بصیرت داشته باشه، بصارت و بصیرت که وقت سهل میکنه که سبحان الله این شیره که من میخورم تو باش بخورم، والا سبحان الله از کجا شده؟ از گاو کی خلق کرده؟ الله. در داخل معده گاو چی هست؟ سه راه هست. یک راه خون است، یک راه دیگه راه گندگی و مرداریش است، در وسط از یک راه دیگه است که از اینجا چی میبراید؟ شیر میبراید. بین دو راه گنده یک راه شیر بسیار زیبا. از این جویی شام بخوری بد مزه است، خون، این طرفش گندگی است، میبینش شیر است. سبحان الله. انسان ها میتونه تو شیر بسازن؟ نه بابا. یک قطعه اگاره که میخری دیگر است که سهل میکنی که یک نفر یک مواد گنده را گرفته در یک بیلر انداخته میره، نامش میمانه everyday، کلش چتلی، دلت از شیر سیاه میکنه. اما وقتی که شیر گاو میخوری گاو سونت سهل میکنه، میگه بخو شیر ما، از عقلت استفاده کو، خالق ما الله. اگر که با ما سجده نکنی بسیار لوده استین، باز اگر لودگی کردین با سرطان مرداری خدا میخورانم. در هندوستان مردم مرداری گوام میخورن، گوشت نمیخورن، لاغرک است. برشان میفتیم این گوه چرا نمیخوری؟ میگفت این مادر است، مادر. من گفتم پدرش بخور نرشه. از گشنگی میبرن گوه نمیخورن. این حال سکنیم باز ما برشان میفتیم او لوده نعمت الله را بخور که قدرت الله را بفهمی. این چیز که توش شروع دیگه مشکلی است که الله متعال میگه در آسمان ها در زمین، یعنی یک شیر دلیل قدرت الله هست. یکی از دوستان ما دعوتگر است، میگه من در روسیه بودم، میگه یک روز من را گفت که امی من چی نیاز دارم که خالق آسمان ها و زمین بر من رزق بده؟ من هیچ نیاز ندارم، من خودم 5 میلیون دلار دارم. میگه من برش گفتم بسیار خوب، 5 میلیون دلار بگی برو در دشت، این گوه الله خلق کرده، این گوسفند الله خلق کرده، فهمیدی؟ این نان که از گندم از زیر الله خلق کرده. 5 میلیون تا بگی برو از چیزایی که الله خلق کرده از این نخری، برو خودت 5 میلیون دمو داشت یک دو روز همونجا تیر کن که باز چی میکنی؟ کاغذ میخوری؟ میگه فوراً این روز یادداشت گرفت که والا این عجب که راست میگه. اگر 100 میلیون هم داشته باشی این شیر است که از گاو میگیم که گاو کی خلق کرده؟ الله خلق کرده. پس ما تسلیم هستیم به الله.
پس الله متعال میگه ان فی السماوات. او مردم فکر داشته باشین که در آنچه که در آسمان ها هست، تو سیاره را سعی کن، مهتاب را سعی کن. یک وقت ما یک فیلم بر ما نشان دادن که همین زمین بود، از کره زمین هم تو بالا رفته میرفت. وقتی که بالا رفت نزدیک مهتاب رسید و آفتاب رسید، اما تو بالا رفت حالا یک وقتی که در کهکشان ها رسید، زمین نشان میده به اندازه یک نقطه‌ای که پنسل در روی کاغذ میگذاره. این زمین است، از بالا که بالا رفت زمین قاعده پنسل. یک وقت شد که زمین گم شد، آفتاب مثل پنسل وار شد. سبحان الله. اما تو بالا رفت. این هنوز در وسط آسمان اولی هست. این کهکشان هایی که امروز ما و شما در تلسکوپ یا پا میبینیم، این چی است؟ این در وسط آسمان اول است. هنوز مردم در آسمان نرسیدن. در نیم آسمان در این وسطش این مخلوقات هستند. مخلوقات است که تا می قسمتی که تا بال ساینس رسیده بالاتر که میرن که سهل میکنه زمین هیچ معلوم نمیشه. پس ما و شما چی شدیم وقتی که زمین ما قاعده یک نقطه که پنسل باشه؟ ما و تو چی هستیم در مقابل مخلوقات الله؟ الله میگه ان فی السماوات، یقینا که در آسمان ها، و الارض، و در زمین. شما میکروسکوپ بگیرین مخلوقات یک حجروی را سیل کنین، ساینس‌دانا میگه توالد میکنن، تکاثر دارن، تناسل دارن. این به اندازی نوک سوزن هم که چیزی است که ما دیدن نمیتونیم. بله مخلوقات هست. یک وقت ساینس‌دانا میگفتن اتم آخرین مخلوق حجری است که دیگه قابل تجزیه نیست. دانشمند دیگه گفت نه، این من تجزیهش کردم، حتی اتم تجزیه شد. و باز گفتن این صاحب پروتون است و نیوترون است و چطور است و چنان است و چارج داره و ای داره. الله متعال میگه که سعی کنین ان فی السماوات والارض لآیات، دلایل از به قدرت الله، به وحدانیت الله، للمؤمنین، بر مؤمنان. و فی خلقکم، در خلقت خودت سعی کن، خودت خلق کرده. قواریت یک دفعه سعی کن، چشمایت سعی کن. این چشمت است، چرا این چقوری هست؟ اگر اینجا می بود چی نقص میکرد؟ یک تکر میخوردی کور میشیدی، صبح میامدی یک گروپکت نیست، یک چراغ گل است. دی چقوری است، 10 دفعه تکر میکنی چشمت چی میمانه؟ سبحان الله، چی ذات حکیم است. مرا چقدر دوست داشته، چشم مرا نخواسته که کور شوم. بینید اگر سراخاش طرف آسمان می بود، یک وقت میامدی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در خلقت خودت میامدی که دان تازه و پر از چی گپ است. والا از باران میباری، چتری نداشتم، حالا چتری هم نداری، کل هوا چی می پایان می. ابرو برای چی است؟ میگی کثافت های که سر تو عرق میکنه، می ایده چشمت نرک، چشمت خراب میکنه. عرق های که این طرف میبری طرف میبری. چارایی نجور کرد. چارایی داری در کلیت ها، این طرف سیرایی یک رام از بالا. این پلکا برای چی است؟ میگه اگه قطرات اشکی که میایه خیلی داخل چشم چرا هوا شور است؟ میگه به خاطر از اینکه دکترها میگن دی آنتی بیوتیک داره، آنتی بیوتیک ضد میکروب است شور. اگه میخوای که گوشت گنده نشه نمک میپرتی، قاقش میکنی. بس سعی کن 24 ساعت در چشم تو جنراتور الهی در جریان است که برای تو آب چی ده؟ شور در چشم تو هم تو رسانده میره. الله متعال میگه و فی خلقکم، در اناتومی و فیزیولوژی وجود تو چی هست؟ دلایل از قدرت الله. یک روز پیش یگان دکتر کندیوال داشتی، بگه دکتر سه بمی چیزا که تلویزیونی تا به ما بتی همینی دمی شکمت بان سیست نه؟ باز تلویزیون سعی کن ببین در شکمت چی فابریکایی است. میگه بدرونت چی شار میمنه است، قصر شیرین و ملک فرهاد است در داخل شکمت. سرکاست، خون است، او چیز زدنک از داخل شکمت. این کی خلق کرده؟ قدرت خالق متعال است. قدرت خالق متعال است. و فی خلقکم، و در خلقت شما، و ما یبث من دابه، و هر جنبنده که در زمین است شما در خلقت از یا فکر کنین آیات، دلایل قدرت الله است.
لقوم یوقنون، فقط برای انسانهایی که یقین دارن، لوده نیستن، احمق نیستن، تحت تاثیر استعمار و تحت تاثیر تبلیغات کافران نیستن. و اختلاف اللیل، اینه می آیت قرآن کافران میخوانن. امیل یک سایت از اینترنت شما بخوانین turn to اسلام، او برد گزارش میده که امروزی مسلمان شد، او مسلمان شد، او مسلمان شد، او مسلمان شد. یک ساینسدان میگه من مسلمان شدم. از چی مسلمان شدی؟ میگه وقتی که من قدرت الله را در آسمان ها دیدم. ساینس برای من گفت که این دنیا تصادفی نیست، این دنیا خالقی داره. این گردش سیارات با نظم با این شکل خالقی داره. گفت ایمان آوردم که بیشک خالقی وجود داره. بعد از گفت این خالق یکیست یا چند تاست؟ ساینس برام گفت اگه چند خالق می بود، ساینس برام گفت اگه چند خالق می بود، از نگاه دلایل ساینسی باید آفتاب با انسان در تضاد می بود. کمی آفتاب سرتون می آمد، خالق آفتاب دیگه خالق می بود، خالق زمین دیگه خالق می بود. او می گفت مرا چی به مخلوق تو؟ ما چی میکنم؟ اینم تو آفتاب خلق کردیم که خوب در بتن. انسان ها افکارش در می گرفت، لکن وقتی که آفتاب بسیار سوزانده است، لکن مسخر شده برای انسان که انسان اینجا که میرسه از اون انرژی میگیری، لکن درد نمیده. پس معلوم میشه که خالق آفتاب و خالق انسان چی است؟ یگانه است. این گفت کی گفت؟ ساینس. این شیر چرا به معده ما سازگار است؟ میگه این شیر به معده تو به خاطر این سازگار است که او گو خالقش و معده تو خالقش یکی. اگر دوتا می بود تو گو، اگر میگفت او خالق دیگه میگفت ما بر گو خودت تو شیر بسازم که مخلوق تو خوردن ندانه. شیر می خوردی که یک وقت سل میکردی که معده تکت کرده. پس وقتی که شیر با معده ما سازگار است، معلوم میشه که خالق شیر و خالق معده ما چی است؟ یکی است. میگه من به وحدانیت الله ایمان آوردم. وقتی که قرآن خواندم که دیدیم که قرآن برای من میگه که ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم، و در خلقت شما و ما یبث من دابه، و آنچه که نشر کرده من دابت، هر جنبنده که هست، حیواناتی که مثلا عطایی به جنبنده های دیگه، در کلگی آیات از دلایل هست به وحدانیت الله. لقوم یوقنون، برای قومی که یقین داشته باشند. همچنان در اختلاف لیل و نهار، در مختلف شدن شب و روز. و ما انزل الله من السماء من رزق، از آسمان رزق نازل کرده. همین برف بر ما شما چی است؟ رزق است نیست؟ اگه مردم میگفتن که الله امسال دیگه گندم نیست، درختها خشک میشه، آب آشامدنی نیست، او بیادر چند تا سطل بگیرین از دریای کابل پر کنین، نگاه کنین که او خشکی آمدن، دریاها چاها خشک شدن. آل سبحان الله، سهل میکنی که سربام به هر کس مترکی برف، کوها سای برف اسی که آب میشه، سعی کنی که دریاها جریان پیدا میکنه. الله متعال میگه ای به قدرت کی هست؟ همین آب و هوا رو سعی کنی کثیف است. همین یک شب که برف میشه، صبح که میخیسه که چی هوای تازه هست، ماشاءالله، تنفس کن. الله متعال میگه و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها. این زمینی که میمرده باشه این رو دوباره زنده میکنه. و تصریف الریاح، و این بادهایی که حرکت میکنن در زمین، آیات در کل ذی دلایل قدرت الله است. برای کی؟ لقوم یعقلون. تلک آیات الله، الله متعال میگه این دلایل قدرت ما الله هست که نتلوها، تلاوت میکنیم آن را علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای چی؟ بالحق، به خاطر رسیدن مردم به توحید، که مردم الله را بشناسن. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، باز به کدام سخن بعد از سخن الله و بعد از آیات الله، بعد از بیان دلایل قدرت الله، باز به چی یؤمنون ایمان میارن؟ ویل، الله متعال میگه تباهی است،
هلاکت است لکل افاک، سر هر دروغگوی اثیم که بسیار در گناه مبتلا هست، یسمع آیات الله، میشنوه دلایل قدرت الله را، تطلا که تلاوت میشه علیه بالا، ثم یصر مستکبرا، بازم در تکبر خود اصرار میکنه. نه والا صاحب ما که هستم اینمی نظریم است. چیست نظریه؟ اینمی شیر تصادفی است. او خانه پر پلاو نیست تصادفی، گاو تصادف نیست، این شیر تصادف نیست. نه صاحب کل از این تصادف است. خب الله متعال میگه بر از این شدت عذاب است. یسمع و مشنوه آیات الله، آیات الله را، آیات قرآن را، تطلع علیه که تلاوت میشه بالاش، ثم بعد ازو یصر مستکبرا، در تکبر خود هنوزم اصرار میکنه که لم یسمعها، مثل که هیچ نشنیده باشه. فبشره بعذاب علیم. این سایکولوژی قرآن میگن. سایکولوژی قرآن چی است؟ که میگه بر ازی بشارت بده. بشارت خود خوشخبری کارای خوب میگه. نه یارو خوب ذلیل بساز، برشان بگو خوشخبری سرتان باشه که خوب عذاب سخت سرت میگه. و اذا علم من آیاتنا شیئا، وقتی که برش از آیات ما چیز رو فهمید، باز چی میگن؟ اتخذه هزوا، باز رش خند میزنه. اوی تی مردم است، جنت است، باغ است، که دوزخ است، که کجا هست، فلان است، گویند در این ملک ما شراب حرام است، آن چی که حلال است در این شهر کدام است، شراب نخور، روز عاشقا را تجلیل نکو، فلان نکو. الله متعال میگه تو سیکوتی لو داره. وقتی برش احکام الله گفته میشه بازی رشخندی میکنه. اولایی که بر از این مردم، اولایی که ایش اشخاص که اصلا هم برایشان است عذاب مهین، توهین کننده، که در روز قیامت جانش خود درد میگیره، مغزشان توهین و تحقیر میشه که تو سر آیات الله رشخندی میکردی. من ورائهم، در عقب از اینا جهنم، دوزخ است. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، باز هیچ فایده نمیرسه برشان که چیزایی که اونا کسب کرده بودن. ولا متخذوا من دون الله اولیاء، نه هم کسایی که بغیر از الله دوستای خود گرفته بودن که ولی ماسی دوست ماست فلان هستن، ای دوستای خارجی ماست، دوستای داخلی ماست، دوستای فلان است، دوستایش خودش در غضب خدا گرفتار است دیگه. ولهم عذاب عظیم، الله میگه باز بر از اونها عذاب بسیار بزرگ است. هذا، ای مردم دیندار، ای مردم با فهم، هذا هدن، اینی هدایت است، این قرآن هدایت است. والذین کفروا بآیات ربهم، و کسانی که کافر میشن با آیات پروردگار خود، لهم عذاب، بر از اینها عذاب است، من رجز، از عذاب درد، من رجز علیم، یعنی از عذاب بسیار دردآور. الله الذي سخر لكم البحر، الله ذاتی است که مسخر کرده بر شما بحر را، حتی آسمان ها و آفتاب چی که حتی بحر سعی کنید بر شما مسخر است. چه قسم تابع شماست؟ لتجری الفلک فیه بامره، که کشتی ها در جریان می باشه به امر الله، و لتبتغوا من فضله، تا شما طلب بکنین از فضل الله، از نعمت های الله، تجارت بکنین، و لعلکم تشکرون، شاید که باز شما وقتی که قدرت الله را در بحرها بیابین باز شما شکر بکنین و موحد و یکتا پرست شوین. و سخر لکم، و الله متعال ذات است که مسخر و تابع ساخته بر شما ما فی السماواتی، بسیاری از مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، و ما فی الارض، و تمامی مخلوقاتی که در زمین هستند، جمیعا منه، تمامشان از جانب الله هست. ان فی ذلک، هم لآیات، دلایل بسیار زیاد است، لقوم، بر قومی که یتفکرون، صاحب فکر و اندیشه هستند، مفکر هستند. قل للذین آمنوا، بگو ای رسول الله برای مؤمنان، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، که معاف کنن، بگذارن کسایی را که امیدوار ایام الله، یعنی روزهای الله نیستن، یا ایمان به آخرت ندارن. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تا که الله متعال باز پا جزا بده برای قومی که با آنچه که اونا کسب میکردن. شما غرضشان نگیرین، با نشانه که به می کفر خود باشن. من عمل صالحا، کسی که اعمال صالحه میکنه، فلنفسه، بر خود میکنه، و من اساء فعلیها، کسی که زشتی میکنه هم بالای خودش است. ثم الی ربکم ترجعون، سپس به پروردگارتان رجوع میکنین. ولقد آتینا، الله متعال میگه یقینا که ما دادیم برای بنی اسرائیل الکتاب، کتاب را دادیم، و الحکم، و حکومت هم دادیم، و النبوت، و نبوت هم دادیم. ببینین مردم های بیدین باز میگه بین دین و سیاست جدایی هست. الله متعال میگه نه، برای کل پیغمبران ما چی دادیم؟
برای بنی اسرائیل که در بین از یا پیغمبرا بودن، هم کتاب داده میشانه، کتاب آسمانی که تورات بود، و الحکم حکومت داری را هم فنش برشان یاد دادیم، و نبوت برشان پیغمبری هم دادیم، و رزقناهم من الطیبات، و اینا را روزی دادیم از چیزهای بسیار پاکیزه، و فضلناهم علی العالمین، و اینا را فضیلت دادیم به مو کسایی که در عصرشان بودن، و آتیناهم بینات من الامر، دادیم برشان نشانه های واضح از دینه. فما اختلفوا، پس اینا اختلاف نکردن، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه برشان علم آمد. چرا اینا اختلاف کردن؟ بغیان، به خاطر سرکشی که در بینشان بود. این یقین داشته باشین که رب تو یقضی بینهم یوم القیامه، فیصله میکنه در میانشان روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در آن چیزی که اینا اختلاف میکردن. ثم سپس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، جعلناک، گردانیدیم تو را، علی شریعت من الامر، به یک شریعت و قانون از امر دین، فتبعها، پس تو مطابقت از همین قانون الهی، شریعت الهی بکن، ولا تتبع، و مطابقت نکو، اهواء الذین لا یعلمون، از خواهشات کسانی که علم ندارن، انهم، این مردم، لا یغنوا عنک، منفعتی بر تو نمیتونن برسان، من الله، از جانب الله، شیئا چیزی، و این الظالمین، و یقینا که ظالما و مشرکا، بعضهم اولیاء و بعض، یا بعضشان دوستای بعض دیگه خود هستند. یهود دوست نصارا است، نصارا دوست یهود است، یهود دوست امریکایی است، امریکایی دوست فرانسوی است. والله ولی المتقین، الله دوست مردمای با تقوا است. هذا، این قرآن عظیم شان که است، بصائر للناس، دی بصیرت است، آگاهی است برای مردم، و هدی و هدایت است، و رحمت است، لقوم یوقنون، برای قومی که یقین دارن. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا گمان میکنه کسایی که اجترحوا، مرتکب میشن از سیئات، گناه ها را، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سوا، که ما یاره با مردمایی که ایمان دارند و اعمال صالح میکنند یاره مساوی میسازیم، محیاهم و مماتهم، زندگی و مردنشان را. یعنی دیندار بیدین یک قسم زنده میشه، دیندار بیدین یک قسم روحشان قبض میشه؟ نه، روحی از او علایده قسم است، روحی از او علایده است. او به سختی ها روحش گرفته میشه، از او بر سادگی ها و آسانی ها. ساء ما یحکمون، بسیار زشت است آنچه که اینا فیصله میکنن در مورد انسان های خوب و بد. و خلق الله السماوات والارض بالحق، الله متعال خلق کرده آسمان و زمین به چی؟ به حق، تا برسیدن توحید. ولتجزا کل نفس بما کسبت، تا که پاداش داده شود بر هر نفسی به آنچه که کسب کرده، و هم لا یظلمون، در حالی که بالای زنا هیچ ظلمی صورت نمیگیرن. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آل سیکولرها را بیان میکنه. مشرکین خوب بودن، مردم های سیکولر چی عادت داشتن؟ سیکولرها همیشه خدایشان نفسشان است، حکومت نفس توسط نفس برای نفس، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. الله متعال سیکولاریزم بیان میکنه. چی میگه؟ میگه افرایت، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من کسی را که اتخذ، گرفته هست، الهه، معبودی که او را عبادت میکنه و قانونش اطاعت میکنه، او چی است؟ هواه و خواهشات نفس خدا. این سیکولاریزم است. سیکولرها همیشه قانونشان چی میسازن؟ نفسشان. دید که زنا نفسش قبول کرد، کارتکای خدا بالا میکنن. زنا اوکی، شراب اوکی، دزدی اوکی، همجنسگرایی، این کل چی است؟ خدایشان، معبودشان چیشان است؟ نفسشان. افرایت، آینه ای رسول الله صلی الله علیه و من کسی را که اتخذ، گرفته هست، الهه، معبودش که ذاتش عبادت کنه و قانونش تطبیق بکنه، چی است؟ چی را گرفته؟ هواه و خواسته های نفسانی خدا گرفته. و اضله الله علی علم، الله ای را گمراه کرده با وجود علم، که خدا خوب عالم و دانشمند میگیره، لکن غلام چی است؟ غلام نفس خود هست. و ختم علی سمعه و قلبه، به خاطر که بسیار متکبر است، مغرور است، در فیسبوک های خود خدا را دو میزنه، پیغمبر را دو میزنه، قرآن را دو میزنه، مسلمان ها را بد اخلاقی میکنه. الله متعال میگه و ختم علی سمعه و قلبه، الله متعال هم جزایش می است که در گوشش و قلبش مهر جهل تاپه کرده سرش. و جعل علی بصره غشاوه، و بر چشمش یک پرده هست که هیچ حق دیده نتونه. فمن یهدیه من بعد الله،
حالا کی میتونه بعد از الله این رو باز هدایت بکنه؟ صد که بزنی او اصلاح نمیشه. این کافر صد که برش دلیل بگوی قبول نمیکنه. افلا تذکرون، شما چرا تدبر و پند نمیگیرین؟ و قال و گفتن ما هی الا حیاتنا الدنیا. سیکولرها چی میگن؟ بیدین میگن نیست اینمی زندگی دنیا، نموت و نحیا، در اینمی دنیا زنده میشیم میموریم و ما یهلکنا الا دهر. کی میکشتن؟ میگه طبیعت ما را میکشه. اینمی دهر زمانه، اینمی ما را میکشه. خدایشان چی است؟ طبیعت. ما طبیعت هستیم. و ما لهم بذلک من علم، در حالی که یا علم ندارن. اینهم الا یظنون. این چی است؟ فقط گمان میکنن، خیال پردازی میکنن. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، وقتی که بر ازیا تلاوت شود آیات ما بینات که بسیار واضح است، ما کان حجتهم، بازیا میگه دلیل ندارن مگر چی است؟ الا ان قالوا تو بآبائنا، میگه خب اگر زنده کرده میتونین بگین پدرای ما را زنده کنین بیارین ان کنتم صادقین، اگر شما راستگوی هستین. قل برشان بگو که قل الله، بگو برشان که الله یحییکم، شما را زنده میکنه، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیرانه، ثم یجمعکم، باز شما را جمع میکنه، الی یوم القیامت، بر روز قیامت، لا ریب فیه، به روزی که در او شک نیست، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثر مردم نمیفهمن. ولله ملک السماوات والارض، توحید ربوبیت بیان میکنه و میگه خاص مالکیت و تصرف آسمان ها و زمین مخصوص الله هست. و یوم تقوم الساعت، و روزی که قیامت شود. سکن ساعت، قیامت ساعت گفته. چرا ساعت گفته؟ به خاطر که دمون لحظه که قیامت میشه در بعض کره زمین نصفش چی میباشه؟ شب میباشه، نصفش روز میباشه. پس قیامت شب و روز نیست، قیامت ساعت است. و یوم، و روزی که تقوم الساعت، و قیام شود قیامت، اما ساعت و لحظه قیامت، یومئذ، باز در اون روز یخسر المبطلون، باز مردم های اهل باطل خساره میکنن. و ترا کل امت جاسیه، باز روز قیامت میگه هر امت میبینه که به مزانوهای خود افتاده. جاسیه چی معنی؟ آدم که بسیار تکت تکشه دیگه، باز قوت استادن نداره، در زانوی خودم افتادگی هست. کل امت تطاع الی کتابها، هر امت خوانده می شود به کتابش، بیار دفتر اعمالش. الیوم تجزون، امروز جزا داده میشوین، ما کنتم تعملون، آنچه که عمل میکنین. هذا کتابنا، الله میگه این کتاب ما هست. ینطق علیکم بالحق، که این کتاب سر شما به حق سخن میگه، کلش مستند است، با سند و با دلیل. انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون، الله میگه ما با عظمت قدرت خود نسخ میکردیم، نوشته میکردیم، ما کنتم تعملون، آنچه که عمل میکردین ذره ذره. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، باز اما کسانی که ایمان داشتن اعمال صالحه کردن، فیدخلهم ربهم فی رحمته، الله اینا در رحمت خود داخل میکنه. ذلك هو الفوز المبین، اینی کامیابی بسیار بزرگ است. و اما الذين كفروا، اما کسایی که کافر شدن برشان گفته میشه افلم تکن آیاتی تطلع علیکم، آیا آیات ما بر شما تلاوت نمیشد؟ فاستکبرتم، باز شما سر قرآن سر سنت تکبر میکردین. و کنتم قوم مجرمین، و بودین مردمای مجرم. و اذا قیل ان وعد الله حق، وقتی که گفته شود که وعده الله حق است، و الساعت لا ریب فیها، و لحظه قیامت که است در شک نیست، قلتم ما ندری، شما گفتین ما نمیفهمیم، ما ساعتو که قیامت چیست؟ این کی کشیده؟ ان نظن الا ظنا، ما این فقط یک گمان میکنیم، شاید که شاید دیگه. و ما نحن بمستيقن، ما یقین نداریم. و بدا لهم سیئات ما عملوا، باز در روز قیامت آشکار میشه بدیهای آنچه که عمل کردن. و حاق بهم ما كانوا به یستهزئون، باز اینا را احاطه میکنه او چیزهایی که سر از او تمسخر میکردن، عذابهایی که سرش رشخندی میکردن، یا را از چهار طرف گیر میکنن. و قیل، و الله متعال میگه الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، الله میگه امروز ما شما را فراموش کردیم. میگه کافرها را ببینید چشم نداره، نابینا هستن چشماشون، چشمای ما چه شد؟ میگه فراموش شدین. امروز که شما فراموش هستین، نه نعمت است براتون، نه راحت است، نه چشم است، نه صحت است، نه عافیت است. الله میگه الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، مثل که شما ملاقات امروز فراموش کردین. و مأواکم النار، جایگاه شما آتش دوزخ است. و ما لکم من ناصرین، نیز بر شما هیچ مددگار. ذالکم، چرا این جزای سخت بر از است؟ میگه به خاطر ازی که به انکم، به خاطر که شما اتخذتم، گرفتین،
آیات الله حضور، سر آیات الله، سر قرآن، سر سنت، سر پیغمبر، سر ریش، سر حجاب، سر صحابی، سر هر کدام از یا شما رشخندی و مسخرگی و استهزاء و توهین و تحقیر میکردین، سر هر کدام از یک فکایی جور کرده بودین. این سر ملاها برای مولا نصرالدین کتاب جور کرده بودین شما مرتدهایی. کتاب هر کس که میخوانه و ایره چاپ میکنه و این کتاب خوش داره این مرتد میشه. حتی سر علمای دین رشخند زدن. فهمیدین؟ فالیوم آیات الله که سر هر کدام از این نشانه های الله که است سر از شما چی میکردین؟ حضوراً رشخندی میکردین. و غرتکم الحیات الدنیا. چرا این کارا میکردین؟ به خاطر که شما را مغرور کرده بود چی؟ زندگی دنیا که ما خوب موتر لوکس داریم، قصر ما را سیکو، امکانات ما را سیکو، شهادتنامه های ما بیا سیکو. این فالیوم لا یخرجون منها، در این روز اینا کشیده نمیشون عظمی عذاب ولا هم یستعتبون، و نه هم بر از اینا دیگه موقع توبه و موقع برگشت داده میشه. فلله الحمد، پس تمام حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست که او رب السماوات است، رب آسمان هاست، رب الارض، رب الزمین هست، رب العالمین، رب تمام عالمیان هست. وله الکبریاء، بر از او بزرگی هست، فی السماوات، در آسمان ها، و الارض، و در زمین. و هو العزیز الحکیم، و الله ذات غالب است و بسیار با حکمت. الحمدلله که الله متعال ما و شما را توفیق داد که از 1/6 قرآن 5/6 خواندیم، 1/6 مانده.